سرخط خبرها. حمله ایران تا چند ساعت دیگر. سه عملیات نظامی یمن در دریای سرخ، موشک‌ها و پهپادها مستقیم به ناو اصابت کردند. و انتشار تصاویر تجاوز جنسی سربازان اسرائیلی به اسیر فلسطینی. سلام، به این سرویس خبری خوش آمدید. با توجه به اطلاعیه هشدار جدید و بر اساس خبرهای مختلف که به برخی از آنها در اینجا اشاره شده است، به احتمال زیاد ساعت آینده و یا امشب سپاه پاسداران به اسرائیل حمله می‌کند. وزارت هوانوردی مصر روز پنجشنبه اعلام کرد ایران برای همه شرکت‌های هواپیمایی غیر نظامی که از حریم هوایی این کشور عبور می‌کنند برای روزهای 17 و 18 مرداد هشدار صادر کرده است. وزارت هوانوردی مصر اعلام کرد با توجه به هشدار ایران در استفاده از حریم هوایی این کشور به خاطر برگزاری رزمایش‌های نظامی در روزهای 17 و 18 مرداد، تمامی خطوط هوایی مصری از روز پنجشنبه از استفاده از حریم هوایی ایران اجتناب کنند. به نظر می‌رسد کشورهای منطقه روز پنجشنبه به درخواست ایران در حال پاکسازی حریم هوایی خود هستند. اردن پروازها از حریم هوایی ایران را روز پنجشنبه ممنوع کرد. مصر همچنین به خطوط هوایی خود دستور داد از پرواز بر فراز آسمان ایران پنجشنبه خودداری کنند. به گفته منابع مصری، مقامات ایرانی از هوانوردی غیر نظامی خواستند از مسیرهای خاصی در حریم هوایی ایران برای انجام مانورهای نظامی خودداری کنند. انگلیس تمام پروازهای خود به ایران را لغو کرد. پروازهای خطوط هوایی ترکیه به ایران نیز لغو شده و به تعویق خواهد افتاد. پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داده بود ایران به ایرلین‌های خارجی هشدار داده روز پنجشنبه از حضور در آسمان ایران خودداری کنند. همچنین رسانه اسرائیلی یدیعوت آهارونوت گزارش داد رژیم اسرائیل تلاش می‌کند نحوه واکنش ایران و حزب الله را دریابد، اما در عین حال نمی‌خواد به گونه‌ای عمل کند که به نفع جبهه مقاومت باشد. این رسانه نوشت آمریکا در پشت پرده با کشورهای ائتلاف به دنبال مقابله با حمله ایران است و از آن هراس دارد که ایرانی‌ها از حمله قبلی که طی آن پهپادها و موشک‌های شلیک شده رهگیری شدند درس گرفته باشد. آمریکایی‌ها بر این باورند که ایران به شکل مناسب از حزب الله و متحدان دیگر به منظور عبور از پدافند هوایی بهره خواهند برد. یدیعوت آهارونوت در ادامه به اهداف اشاره کرده است که از سوی ایران و حزب الله هدف قرار خواهند گرفت و عبارتند از کنست، دفتر نخست وزیری، مقر اقامت نخست وزیر، وزارت جنگ در تل‌آویو، پایگاه‌های نیروی هوایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و مقرهای موساد و شاباک. این رسانه نوشت بیم هدف قرار گرفتن برخی زیرساخت‌ها مانند نیروگاه‌های انرژی، بنادر، فرودگاه‌ها، انبارهای آمونیاک، مراکز سوخت، تقاطع‌ها و جاده‌های اصلی وجود دارد. یدیعوت آهارونوت ادامه داد احتمال هدف قرار گرفتن اسرائیلی‌ها در تل‌آویو، حیفا و دیگر شهرها وجود دارد. این اقدام به طور حتم به گسترش درگیری منجر می‌شود و این موضوعی است که آنها از آن اجتناب می‌کنند و بنابراین احتمالش کم است. رسانه مذکور همچنین از پیشبینی در این رژیم درباره حملات سایبری خبر داده که سامانه‌های هشداری و ارتباطاتی را فلج می‌کنند. با شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه غرب آسیا و همزمان با وعده ایران به تنبیه سخت اسرائیل در ترور اسماعیل هنیه، منابع عبری از اوضاع متشنج در مرزهای لبنان با اسرائیل خبر می‌دهند. همزمان با اوضاع حساس منطقه و افزایش تنش در مرزهای جنوبی لبنان با اسرائیل، منابع عبری از تجاوز نظامی بامدادی ارتش اسرائیل به خاک لبنان در نزدیکی مرزهای شمال اسرائیل خبر می‌دهند. در همین ارتباط شبکه 12 عبری از وقوع چند انفجار در خاک لبنان در مرزهای این کشور با اسرائیل در پی حملات بامدادی ارتش اسرائیل خبر داد. هنوز ماهیت این انفجارها مشخص نیست. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام 3 عملیات نظامی در دریای سرخ و هدف قرار دادن یک کشتی و 2 ناوشکن آمریکایی خبر داد. پایگاه خبری المسیر اعلام کرد سرتیپ یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد این نیروها 3 عملیات نظامی در شمال دریای سرخ انجام دادند. وی گفت در این عملیات کشتی کاند شیب اونو که با نقض مقررات تردد به بنادر اسرائیل در حال حرکت در دریای سرخ بود، با چندین موشک بالستیک و پهپاد به طور دقیق هدف قرار گرفت. سری افزود همچنین ناوشکن آمریکایی کول در خلیج عدن با چندین پهپاد هدف قرار گرفته و عملیات با موفقیت انجام شد. به گفته وی همچنین ناوشکن آمریکایی لابون نیز با چند موشک بالستیک هدف قرار گرفت. سری افزود این 2 ناوشکن به دلیل عبور از منطقه عملیاتی ما به سمت شمال دریای سرخ با هدف ارائه کمک به دشمن اسرائیلی هدف قرار گرفتند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به ناکامی هر 2 ناوشکن در مقابله با موشک‌ها و پهپادها تاکید کرد
تمامی تحرکات نظامی آمریکا در منطقه عملیات دریایی با هدف حمایت از اسرائیل تحرکات خصمانه به حساب می‌آید و در هدف قرار دادن آن هرگز تردید نخواهیم کرد. وی افزود عملیات‌های نیروهای مسلح یمن تا توقف کامل حملات اسرائیل و رفع محاصره کامل ملت فلسطین ادامه خواهد داشت. همچنین در حمله غافلگیر کننده حزب الله آژیرها در چندین منطقه به صدا درآمدند و موجی از وحشت را در میان شهرک نشینان اسرائیلی ایجاد کرد. به نقل از شبکه الجزیره قطر، آژیر خطر در چندین منطقه از الجلیل علیا از ترس نفوذ موشک و پهپادها در شمال اسرائیل به صدا درآمده است. شبکه المیادین نیز از شنیده شدن صدای چندین انفجار در این منطقه از لبنان خبر داده اعلام کرد. این صداها ناشی از نفوذ پهپاد موشک بوده که در این منطقه شنیده شده است. این شبکه خبری همچنین اعلام کرد آژیرهای خطر برای سری دوم در الجلیل علیا و کریات شمونه و مناطق اطراف آن به صدا درآمده است. المیادین به شمار کشته و زخم‌های احتمالی این حملات هیچ اشاره‌ای نکرده است. رسانه‌های اسرائیلی نوشتن گزارش اولیه حاکی از آن است که بر اثر سقوط پهپاد در شهرک ایلیت هاشاخر صدمات جدی وارد شده است. همچنین گزارش می‌شود چندین دستگاه آمبولانس نیز راهی منطقه سقوط پهپاد شدند. حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد مقاومت لبنان مواضع اسرائیلی‌ها را در شمال هدف حمله موشکی و راکتی قرار داد. رسانه‌های عبری گزارش دادند حزب الله لبنان اعلام کرده مواضع نظامیان اسرائیل در منطقه زائوره را با چندین پهپاد مورد حمله قرار داد که این امر به وارد آمدن خسارت جانی به آنها شد. فیلم منتشر شده توسط رسانه اسرائیلی نشان می‌دهد سربازان اسرائیلی به یک اسیر فلسطینی تجاوز جنسی می‌کنند که در نتیجه او با جراحات، شکستگی دنده‌ها و پارگی در روده‌ها به بیمارستان منتقل شده است. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل در این گزارش آورده است در ابتدای فایل تصویری ضبط شده اسیران غزه با دستان بسته روی زمین دراز کشیدند و ناگهان گروهی متشکل از 100 سرباز ذخیره دیده می‌شوند که یکی از بازداشت شدگان را به کنار می‌برند. آنها به نظر می‌رسد از وجود دوربین‌های امنیتی آگاه هستند و سعی می‌کنند اقدامات خود را با سپر مخفی کنند. این رسانه اعتراف کرده فرد بازداشت شده که در اسناد ظاهر می شود در حملات 7 اکتبر شرکت نداشته و از اعضای نیروهای نخبه حماس نبوده است. این گزارش اشاره می کند او یک افسر پلیس حماس بوده و در گروه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کار می کرده است. این گزارش می افزاید او در آغاز جنگ دستگیر نشد بلکه در ماه مارس دستگیر شد. برخلاف آنچه ادعا می شود عضو پارلمان و از اعضای جنبش حماس که در جبالیا کار می کرد نبود بلکه او در اردوگاه آوارگان جبالیا زندگی می کرد. این صحنه‌ها موج عظیمی از محکومیت را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت و یک نفر نوشت به آنها نگاه کنید به او تجاوز می‌کنند. ارتش اسرائیل شامل تجاوزگران و قاتلان همجنسگرای نفرت انگیز است. این ویدیو پس از آن منتشر شد که سازمان پخش رسمی اسرائیل فاش کرد 10 سرباز یک اسیر ناشناس از غزه را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و او با جراحت جدی از ناحیه پشت به بیمارستان منتقل شد که پلیس نظامی را ملزم به آغاز تحقیقات کرد. همچنین چهارشنبه شب گزارش شد یحیی سنوار جانشین اسماعیل هنیه اعلام کرد رهبر جدید جنبش مقاومت فلسطین در سخنرانی بار دیگر مواضع قاطع حماس در برابر خلع سلاح مقاومت و اشغالگری را تکرار کرد. شبکه خبری المیادین چهارشنبه شب گزارش داد یحیی سنوار جانشین هنیه اعلام کرد هیچ کس نمیتواند حماس را مجبور کند که اسرائیل را به رسمیت بشناسد. سنوار این سخنان را در میان جمعی از جوانان فلسطینی در غزه مطرح کرد. ممنونیم که تا پایان با ما همراه بودید.